سلام. این برنامه‌ای که می‌بینین هر چقدر درآمد داشته باشه صرف آبرسانی در سیستان بلوچستان خواهد شد. 6 تا روستای رکام. این امیدوارم که میلیونی دیده بشه و بتونیم ما آبرسانی انجام بدیم و اگر خواستین کمک کنین نفری 40,000 تومنه، یعنی مثلا 80,000 تومن بشه پول آمریکانو یه روزتونه. اگر کنارمون وایسین 7 تا روستا بچه هاشون از تشنگی نجات پیدا میکنن. قربونتون برم. این برنامه رو امیدوارم همه ببینن. ما هم هر چقدر درآمد داشته باشه هر چقدر برای بچه های سیستان بلوچستان میذاریم. تو فرزند شهید بودی؟ نه، بابای من هایده گوش میکرد. 8 میلیارد نفر رو کره زمینن و تنها. یعنی چی تنهایی به علاوه تنهایی؟ من معتاد و اعتیاد رو برای ایران فرصت میدونم. یاد 15 سال پیش افتادم که اومدم اولین بار اومدم برنامه 14 سال پیش. 14 سال پیش شده. 14-15 سال پیش. بعد دقیقا مرور شد برای من همون خاطرهایی که ایجاد شد و حالا نمیدونم الان دارن اینا ضبط میکنن یا نه، ولی واقعیتش اینه که اون روزایی که عملا وایساده بودن پای نبود ما، اون جریان اون اتفاقایی که افتاد و آوردی تو برنامه، فکر میکنم روز نیرو انتظامی بود و اون سرداری که یادم اصفهانی هم بود، تو برنامه قولش رو گرفتی که به ما مجوز بده. یه آدمایی چه تاثیرای عجیب غریبی دارن. اگه قشنگ یادت باشه من و شما با هم دیگه رفتیم توی یکی از میدونای شرق تهران که معتادا رو گرفته بودن. دستبندای سفید زده بودن، از این پلاستیکی ها زده بودن. بعد مردم هم اون موقع ناآگاه داشتن از اینا عکس و فیلم می‌گرفتن. یه چیزی هم تو سرشون گذاشته بودن، گونیا و اینا گذاشته بودن. این بدبختان نشسته بودن فقط می‌خواستن عکس و فیلم بگیرن بگن ما. بعد من یادمه اینجوری میز گذاشته بودن، یاد باشه مواد مخدر چیده بودن، یه کله قندی تریاک هم گذاشته بودن. یک کارتون خوابا اونجا بلند شد گفت سردار اگه ما کارتون خوابیم، اگه معتادیم، این وضع لباسمون اینه، این مواد مخدر واقعا مال ماست. بعد جالب بود مردم اونجا شروع کردن داشتن عکس میگرفتن. مردم الان خیلی آگاه شدن. مردم همون مردمی هستن که 10 سال پیش سگ و گربه رو تو خیابون میزدن، امروز دارن توی خیابونا براش شکار میکنن، دارن براش غذا میذارن. یعنی اون جامعه‌ای 20 سال پیش اعدام میشد مردم میسن نگاه میکردن، امروز مخالف این قضیه. و من یادمه تو اون روز واسه ما آبروتو گذاشتی و هر وقتی که الان میبینم به خاطر همون موضوع تو رو میزننت قلبم درد میگیره. دلم میخواد بیاد بگم این آدمه این بودا، این آدمه به خاطر ما وایساده، به خاطر ما بچهای اعتیاد و آسیبای اجتماعی وایساده. حالا یه دونه اونجا وایساد، اونجا امروز نزنیدش. من نوکرم آقا، من نوکرشم آقا. دورت بگردم. این زندگی تو خیلی چیز عجیبیه. اصلا مثلا بچه شهید معتاد بشه، یعنی تو کتگوری فضای ما نمی گنجه این، چون تو باید غرق در امکانات و دانشگاه و میدونی ذهنیت اینه دیگه، کار مجانی و راحت. و ببین یه چی به شما بگم، من واسه اعتیاد یه تعریف دارم. اعتیادم اینه که امروز همه مردم جهان 8 میلیارد نفر رو کره زمینن و تنها. هر کی تنهایی رو تجربه کنه باید به یه چیز وابستگی داشته باشه. هر چیزی. همه آدمایی که اینجا الان هر کدوم ازشون بپرسی بگی بزرگترین ترس چیه، میگه مثلا چه میدونم از دست دادن پدر مادرم. پدر مادرتو از دست بدی چه اتفاقی میفته؟ تنها میشم. ثروتمو از دست بدم، ثروتمو از دست بدم چی میشه؟ آیندهمو از دست دادم، آینده تنها میشم. اون ریشه تو تنهاییه. حالا هر وقت این تنهایی به علاوه تنهایی بشه میشه مواد مخدر. یعنی چی تنهایی به علاوه تنهایی؟ خودم احساس کنه تنهاست و جامعه هم یه جور تنهاش بذاره، تردش بکنه، آدم رو روش انگ بچسبونن. بزرگترین درد اعتیاد انگه. ما داریم انگ میچسبونیم. من یه چیز بگم، من باورم امروز اینه که اعتیاد و معتاد درد نیست، بی تفاوتیه که درده.
اینی که من نسبت به تو بی تفاوت باشم، نسبت به انسانیت بی تفاوت باشم، نسبت به هم نوع خودم بی تفاوت باشم. بزرگترین درد اینه. یه چیز بگم، الان امکان داره آدمایی که این حرف منو میشنون منو مسخره کنن، ولی من معتاد و اعتیاد رو برای ایران فرصت میدونم. یه چیز بهت بگم الان برای جذابه. بابا این خیلی جمله عجیبیه. زندگیمو بابت این گذاشتم. تلرانس مواد مخدر تو ایران چقدره؟ ما چند میلیون نفر معتاد داریم؟ نمیدونم آمار حدسی رسمی بگم یا همینجوری؟ نه، آمار رسمی بین 3 تا 6 میلیون نفر. یه عده میگن 3، یه عده میگن 6. الان ارزون میدونم بیشتره، ما میگیم همون آمار رسمی. ما 6 میلیون نفر رو یه نفر اینجا الان چیز داشته باشه ضرب و تقسیمش کنه، الان 1 گرم هروئین بین 800 تومان تا 1 تومنه. حالا من اصلا حرف از کانابیسا نمیزنم تا 20 میلیون تومان مثلا توی یه شب عادی یه نفر دود میکنه. الکل و مواد مخدر رو با هم دیگه جمع بزنی هر کس 1 میلیون تومان مصرف کنه، ضرب در 365 کنید، انقدر جلوش صفر میشه، مجبور میشید تبدیل به دلارش کنید. تلرانس مواد مخدر رو توی ایران سالانه بین 35 تا 40 میلیارد دلار میدونن. میلیارد دلار میدونن این تلرانس مواد مخدر تو ایران. حالا من میخوام یه چیزی بگم، این 40 میلیارد شما بیارید تو جی دی پی ایران و بیارید توی سرانه آموزش پرورش توی ایران. سرانه آموزش پرورش من فکر نمی کنم 4 میلیارد دلار باشه. هر کسی هم بیاد بگه من مواد مخدر رو تو ایران جمع میکنم، دروغ میگه. این دروغگوه. این خیالتون رو راحت کن. ما میتونیم کاهش آسیبش بدیم. علی یه تعریف از اعتیاد بگو. همه آدمایی که تو ایران هستن یه تعریفی از اعتیاد دارن. تو یه تعریفی داری، من یه تعریف دارم، استاد دانشگاهی یه تعریف داره، عطاره هم یه دونه داره، اون بقاله هم یه دونه داره. هممون یه تعریفی از اعتیاد داریم. اعتیاد با مترادفاش تعریف نمیشه. بگیم اعتیاد چیه؟ اعتیاد مثلا مصرف مواد مخدره. اعتیاد چیه؟ وابستگی. اصلا با مترادفاش نیست. اعتیاد با متضاداش تعریف میشه و تعریف درستش تو تضاد اعتیاده، تو تضاد کلمه اعتیاده. اعتیاد تا صبح من الان بخوام بهت بگم اگه ندونیش، بخوام من آدما میپرسم، آدما میبینم مثلا نمیدونم سر کلاس، سر دانشگاه ها میرم، تو مدرسه ها میرم، با بچه ها حرف میزنم، مخصوصا با این نسل زدیا، وقتی اینو بهشون میگم براشون جذاب میشه. شما اون کلمه تنهایی رو یادت نره. شما چرا بچه ها دور هم دیگه، وقتی بچه‌ای که سیگار ترک میکنن، سیگار رو پف میکنن تو صورت هم دیگه، دوست دلشون میخواد دوستشون سیگار بکشه، چون میخوان خودشون تنها نباشن. مزه مصرف مواد مخدر به جماعتشه. شما تو جماعت میشینی مصرف میکنی، حالشو میبری. چیکار میکنیم اونجا؟ به قول خود بچه‌ها میگن چایی چاخان، جزء مواد مصرفی دیگه. اونجا میتونه چیکار کنه؟ خودش رو ابراز کنه. پسره دختره برای چی؟ دقیقا تو اون بستره قرار نگرفته. باز برمیگرده به اون تنهایی که اول حرفامون با هم دیگه زدیم. تنهایی به علاوه تنهایی. ببین چون راجع به مواد صحبت کردیم، من دلم میخواد حتما راجع به موادهای جدیدم صحبت کنیم دیگه. تو دلش دیگه، حالا کوکائین و علف و ماشروم که در جامعه ما حداقل اینه که مدش اینه که اینا که مواد نیست و پولدارا میزنن و اعتیاد نداره و کشندم نیست و کسی هم حالشو بد نمیکنه تا فضای دیگه. اینو ولی هولد نگه داریم. نگرش داریم. یه لحظه من اینو نمیفهمم. تو فرزند شهید بودی و کلی توجه به سمتت بوده و چطور رفتی سمت اعتیاد؟ یعنی برای تو احتمالاً این برعکس بوده. من یه چیز به شما بگم. میخواید من اولین سیگاری که کشیدم میخوام بگم توی 9 سالگی بود. من یادمه یه آقای اومد جلوی در خونه پدر بزرگ من، یه دعوایی داشت، عموی ما و با هم دیگه شروع کردن. عموم نبود، این شروع کرد داد و بیداد کردن. من دلم میخواست بگم که به بچه‌هایی که داشتم باشون بازی میکردم، دلم میخواست بهشون بگم که من مردم
من میخواستم بگم من مردم. یادم اون موقع قدیمی ها مثلا پسرعموی آقام، پسر خالای مادرم یه یقه آهاری میپوشیدن، پیرن سفید، کفش ورنی. من رفتم یه دونه پیرن سفید پوشیدم، رفتم از مغازه با بزرگم یه دونه سیگار برداشتم. سیگارم یادمه تیر بود، تیر رو اینجوری می‌نوشن، یه دونه فلش اینجوری بود. من اینو گذاشتمش اینجا، اومدم تو کوچه، بچه‌ها برگشتن گفتن تا مثلا با بزرگت بفهمه، نمیدونم مادر بزرگت بفهمه مثلا دعوات نمیکنه. گفتم نه دیگه من مرد شدم دیگه. من میخواستم اونجا خودم رو ابراز کنم. اون ابرازه یادم اولین پوکم که زدم سرفه میگرفت. من اومدم جلو دیدم این باز این جایی که اون خلأه بود. شما خیلی وقتا، من جزو تنها بچه شهیدایی هم توی ایران که میتونم به بابام افتخار کنم. ولی یه چیز به شما بگم، همه آدما میگفتن چی؟ میگفتن مثل باباش نیست دیگه. شلوار لی پوشیدن گناه بود. من تو مدرسه ای داشتم درس می‌خوندم. چیز شدم. نسوزی فقط. مثلا منو بردیم تو اونجا. ببخشید این جملت خیلی عجیبه. جز تنها نه تنها نه هستن. آره. الان تو یعنی چی؟ اینو نفهمیدم. شما هر کاری که می‌خواستی بکنی، گوش می‌کنی، هر کاری که می‌خواستی بکنی مثل باباش نیست. نه بابای من هایده گوش می‌کرد، بابای من اهل نماز بود، اهل دیانت بود، اهل عشق بود، اهل معرفت بود. اینقدر خیلی به بابام افتخار می‌کنم. بابای من توی کوچمون اگر کسی زنشو میزد چوب میگرفت دستش، میرفت در خونه یارو، میرفت چوب میکشید، برمی داشت اون زنه رو گفت تو حق نداری بزنی. و آقای من پنجم ابتدایی بود، ولی مشتیگری داشت، معرفت داشت. مثلا مادر من همیشه از وقتی از بابام تعریف میکنه میگه تو صبوریش، توی اینی که محل دوستش داشت. من یادمه که وقتی خبر آقای من آوردن توی کوچه، من 7 سالم بود، 8 سالم بود. اول دوم دبستان بودم، سال 61 بود. بعد همیشه من میومدم میگفتم که اگه اومدم توی کوچه آورده بودن گفتن این آقا مفقود الاثر شده. آقای من مفقودی ساختم، جنازه آقای من نیامد ایران. یکی از دردای من بود که هیچ وقت جنازش نیامد. من هیچ وقت سوگی نداشتم. بعد من یادم آوردن جلوی در خونه‌مون نوشتن شهادتت مبارک. اون بچه 7 ساله چی میفهمه شهادتت مبارک؟ بعد حالا فرزند شهیدی مثلا چه میدونم، مثلا حالا یه دونه فقط مثلا ما رفتیم تو مدرسه، شاید من یه بار یادمه توی این 11-12 سالم بود، معلمه گرفت منو زد که ما نماز نرفتیم. من خیلی نماز رو دوست دارم علی، منو از اونجا از نماز زده کرد. چیزی که توی ذهن ما شکل گرفت این بودش که خب دیگه ما نمیتونیم طبیعی باشیم دیگه، ما یه چیز دیگه میتونیم باشیم. اصلا خود به خود ببین کنید، الان یه بچه‌ای که درس نمیخونه، یه بچه‌ای که تیزهوشه، همینی که تو بهش میگی تیزهوشه، این دقیقاً تو بهش انگ زدی، این باید بچگی کنه. من قرار بود بچگی کنم. یه کلمه هم بود فرزندش، الان خیلی من همین که پدرم خونش رو این خاک ریخته بهش افتخار میکنه، اصلا این نوش جون این خاک که خون آقای من ریخته روش. ولی یه چیزی بود، اینی که با اون کلمه منو بخوان من همیشه میخواستم بگم من بچه شهید نیستم، آقا من یتیم نیستم. کلمه یتیمی واسه من یه کلمه ایجاد کرد توی مغزم به اسم حقارت. و من وقتی رفتم دانشگاه، آره من با سهمیه رفتم، اما یه چیز بگم، من داشتم اذیت میشدم. جو اون موقع من یه جایی تو دانشگاه گفتم دیگه نمیخوام. من یادم سال 4 بودم، گفتم دیگه نمیخوام درس بخونم. قشنگ یادم کجام تصمیم گرفتم، دیگه نمیخوام درس بخونم. من میخواستم چیکار کنم. دیشب یه تئاتری رفته بودیم، میگم من میخوام سیاه نباشم. حرف بچهای کار خیابان بود. میگم من نمیخوام سیاه باشم. من نه اینه که من چیکار کردم، من ضد ارزش رو انتخاب کردم الهی بمیرم. من یادم یه بار من عکس آقام توی خونمون بود، بعد هنوز مامان من عاشق آقامه، هنوز چشمش پر اشک میشه اسم آقام میاد. من میخوام اذیتش کنم، از اون میگم دستتو گذاشت رفت، میخنده به من، چیزی نمیگه. اون حس رو داشت. خواهرام دونه دونه اینا مثل من این سوگو تجربه نکردن و از همه مهمتر اومدن در خونه بودن شهادتت مبارک. ما از سوگ باید داشتیم. و میخوام یه چیزی بگم، اونجا اون حقارته که توی ذهن من شکل گرفت، اونجا اون باعث شدش که دقیقاً اون تجربه ها رو من بکنم. یه جایی بودش، یه چیزی بهتون بگم،
من یادم یه روز یه لیوان مشروب دستم بود، من از بابام بدم نمیومد، از کلمه حقارت بدم میومد، از تحقیر بدم میومد. یادم الهی بمیرم، الان دارم میگم بمیرم، من دیدم آقام داره به چشمام نگاه میکنه، عکسش رو بردم تو بالا وشتگون خونمون ریختم رو صورتش. آقای من مذهبی بود، آقای من باحال بود، با معرفت بود، مشتی بود، لوتی بود. من هر وقت مادرم و من میگفتم، من مخالفت میکردم تو ذهنم، و مادرم میگفتم چرا رفت جنگ؟ میگفت به خاطر زن. شنیده بود تو زن، شنیده بود که وقتی بعثیامو تو یه واقعیت توی تاریخ این مملکته که وقتی ارتش بس میاد تو این مملکت تعارف نداریم، 1500 3000 تا زن ایرانی رو برمیداره میبره و 1500 تا از این زنا برمیگردن و وقتی این زنا آسیب خورده از بصره برمیگردن، این 1500 تا زن نه اینکه بهشون توجهی نمیشه، بلکه حتی تو عشیره خودشون مورد آزار قرار میگیرن و طرد میشن. یکی از اون زنا رو من به عنوان کارتونخواه توی خیابونای تهران پیدا کردم. یه روز با یکی از همین آقایون یه بار من گفت، زنگ زدم من گفتم فلانی میخواد باهات بیاد فلان نقطه تهران که مثلا خیلی تاریکه رو ببینه. ما با هم دیگه رفتیم، گفتم به یه شهر، نه شما دوربین داشته باشید، اما با هم دیگه بریم توی. من بردمش تو بیابونای تهران، یه دختره اومد جلو، این بنده خدا یه کلاهی هم گذاشته بود که شناختنش، اومد جلو گفت سلام مثلا دکتر فلانی. برگشت گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفت من پدر مادر ندارم. گفت چرا پدر؟ گفت بابام تو جنگ شهید شده. گفت مادرت؟ گفت تو بمبارون شهید شده. بعد اینا رو ما نبینیمش. تمام اسمش هریسا بود، هریسا زز. چند تا از اینا میخوای 10% از کارتون خوابی که توی سرای امیدی که خودت 14 سال پیش اومدی، 10%شون با جانباز جنگن، بس خودشون روشون نمیشه حتی بگن. بعد اون آدمه، اون میشه اکبر. بعد حالا اکبر، حالا این کارو نکنی. من میخواستم بگم من نیستم، نمیخواستم بگم بچه شهید نیستم، من میخواستم بگم من حقیر نیستم. تو اصلا به چه جرأتی تو منو بخوای از این ور منو برداری ببری اون ور، بخوای پوز منو بدی که این فرزند شهید رو بیخود میکنی؟ یه چیزی رو روش تاکید کرد محمود، بیا تو. یه چیزی روش تاکید کردی، به نظرم میشه راجبش کوتاه من حرف بزنم. جنگ اکبر هیچ مبارکی نداره. هیچ مبارکی نداره. هیچی. من قربانی جنگم. جنگ هر جورشو بگید بده. جنگ هر جورش، من مخالف هر جنگیم. هر جنگی. تا جایی که ما گفتگو رو، چرا بهت میگم اعتیاد فرصت گفتگو. من دارم میگم اعتیاد، توی حرفامون گفتیم چیه اعتیاد؟ متضاد اعتیاد معاشرته. ما هر چقدر تو جامعهمون معاشرت و گفتگو رو ببریم بالا، جنگای درونی اتفاق نمیافته. ما هر جایی که گفتگو رو توی دنیا ببریم بالا، جنگ اتفاق نمیافته. تا آخرین لحظه شما نگاه بکنید، هر کسی توی این دنیا قبولش داریم یک، همه‌شون مجبور شدن، یعنی زدنشون که زدن، هیچ کدوم جنگ نکردن. نمیخوام حرفم دلم نمیخوام، من آدم اجتماعی هستم، حرفم نمیخوام بره سوء اون چیزایی که شما میدونم شما هم پرهیز میکنیدش، دلم نمیخواد اون اتفاق براش بیفته، ولی یه واقعیت. تمام بچه‌هایی که جنگو تجربه میکنن، تنهایی رو به شدت تجربه میکنن. من به همشون حق میدم. الان دارم میگم، الان به قدرت هر جا میرم من با افتخار میگم بابام شهید شده، جونش برای ایران رفته. ولی همیشه یه سوال داشتم، به مادرم میگفتم همون کسایی که بعد ادعای مرام و معرفتشون میشد و میدونستن، همه اونا خسارت زدن. کدوم زن شهیدی خسارت نخورد؟ کدومشون خسارت نخورد؟ اون بچه‌ای که الان، بچه‌ها درد منو خیلی، بچه‌های طلاق گوش میکنی وقتی مادراشون میره توی پروسه ازدواج،
نابود میشه. نکن یه دونه یه تیک از فیلم 3 و 10 دقیقه 3 و 10 دقیقه یوما بود، بنوید برمیگرده میگه بهش یه نفر برمیگرده به مادرش توهین میکنه، اصلا اسم مادرش رو میاره، یارو برمیداره میکشه، جانیه، میگه حتی اگه یه نفر مادرش فاحشه هم بود تو حق نداری به مادرش توهین کنی. بعد چقدر راحت. من الهی بمیرم، من چند تا از رفیقام خودکشی کردم و فرزند شهید بودن، دلت بخواد اسمشون هم میارم اینجا، و اینا با من همبازی های من بودن. باباشون مادرشون ازدواج کرد و اتفاقا باباشون هم به شدت مذهبی بود. بعد این بچه نادیده گرفته شد، حالش بد بود، کسی نبود به این بچه نگاه کنه. من وقتی مادرم اذیت میشد، درد میکشید، من میرفتم تو مدرسه، میگفت عجل النظام. هیچ وقت یادم نمیره این معلمم و ناظمم میگفت عجل. ما توی فقر بودیم، اذیت داشتیم میشدیم. مادر من یادم از درد شبا گریه میکرد، من صدای گریه مادرمو میشنفتم. بعد من فردا میرفتم مدرسه، میگفت عجل النظام. خب طبیعیه من دستمو اینجوری کنم، من دستمو این مدلیش نکنم. عجل النظام. من بعد یه جا خودمو نشون بدم، من بعد یه جا دارم درد میکشم. یکی نبودی چه دردی داری میکشی. تو اون عالم مدرسه شاهد و جونم داره بر اون بچه‌های غیر فرزند شهیدی که میادن پیش ما. من تمام حرزمو سر اونا خالی میکردم و من هم مدرسه نمیخواستن اخراج کنن. چرا اخراج میکردن؟ برای خودشون بد بود. خب این بچه رو نباید اخراجش بکنی، بچه رو ببین چه مرگته. کسی نبود به من بگه چه مرگته، ولی دورت بگردم قرونت برم چته. چرا داری کار ضد ارزش؟ خب من نمیتونستم تو مدرسه بمونم. بعد با همین شرایط من داشتم میومدم بالا. من یادم پنجم ابتدایی مدرسه‌مون توی صادقیه بود، من اومدم تو میدون آزادی دقیقاً کنار بیمارستان روانش. من یادم اون موقع من با یکی از بچه‌ها اسمش مصطفی بود، با هم دیگه دونه بسته سیگار وینستون خریدیم. اومدیم بریم اونجا، هم می‌خواستیم چیکار بکنیم؟ می‌خواستیم دردمون رو فریاد بزنیم. درد تنهایی، دردی که آدم‌ها نمی‌فهمنم. من اصلا چیز دیگه نیاز داشتم، تو داری چیز دیگه به من داری میدی. مثل همون کارتون خوابی که امروز همه فکر میکنن باید به بند بکشنش که این پاک شه. و ببین دردش چیه. آقای توی خیابونای تهران زندگی میکنه، میگه فهمیدم که به هم خیانت شده، رفیقم به هم خیانت کرده، چیکار کنم؟ یا باید زنمو میکشم یا باید رفیقمو میکشم. ترجیح همینه که توی خیابون زندگی کنم. این درد بزرگیش، درد بزرگی که بچه‌ها دارن میکشن به خاطر اتفاقایی که باشه. یه نفر نمیاد به اینا بگه چه مرگته به اون کارتون خوابه. میشه چی؟ میشه تعریف من از کارتون خوابی حالا میشه تنهایی به علاوه تنهایی به علاوه تنهایی. تنهاییش میشه سیگار، به علاوه تنهایی دومش میشه مواد مخدر. تنهایی سومش چی میشه؟ تنهایی سومش میشه خانواده و اجتماع طردش میکنه. همه میگن این کلمه‌های لوس مسخره‌ای که توی در و دیوار میبینیم. دروازه ورود به اعتیاد مواد سیگار است. دروازه ورود به سیگار چیه؟ خیلی آدما رو دیده این قدیما اوستای قدیمی سیگار رو میذاشتن پشت گوششون. سیگار قدیمی‌ها یادتونه میذاشتن رو قلبشون. شب میذاره زیر سرش. چرا؟ تنها پناهگاهشه. بعد اون طرف کسی که سیگار میکشه کسی نداره گوشش کنه. شما وقتی سیگار میکشی چه اتفاقی؟ یه نفر داره گوشت میکنه و یه نفر داری حرف میزنی. کجا آدم‌ها با هم دیگه تو فرودگاه رفیق میشن؟ دقیقاً تو اتاق سیگار. من نمیخوام طرفداری سیگار رو بکنم، من دارم الان طرفداری اینو میکنم که آدما شنیده نشدن. آدما یه گوش ندارن. اون آدمایی که الان دارن حرفای منو تو رو میشنون دیگه، یه 100,000 نفر میشنون، 1 میلیون نفر میشنون. یه به خودشون فکر کنن بزرگترین دردشون چیه. کسی رو دارن بتونن همه زندگیشون رو براش حرف بزنن. یه نفر قابل اعتماد دارن. چند نفر از این 1 میلیون نفری که دارن برنامه تو رو میبینن میتونن بگم من یه نفر رو دارم، اعلام کنم من دارم، دمش گرم، خدا من دستش بهش تبریک میگم از همینجا. بتونه همه زندگیشو بگه، بتونه همه دردشو بگه، بتونه همه جایی که نقطه هاشو زدن، درداشو زدن، رو دردش به جای که مرهم بذارن نمک پاچیدن. من جونم داره، من من این بچه‌ها رو خیلی خوب درکشون میکنم. بچه‌هایی که بچه‌های طلاقن، بچه‌هایی که یه پدر ندارن، مادر ندارن. اکثر بچه‌هایی که
نه جلوی من بذاری من میریزم با نه فداتشم، فدای سرت داداش. کسی نبود اون لحظه بپرسه بگه چه مرگت. یه حتی میگفت چه مرگت هم خوب بودا، چه مرگت هم قشنگه ها. حالا اگه یه نفر من گفت قربونت برم دورت بگردم. میدونی چی ما رو متمایز میکنه توی طلوع؟ چرا اومدی تو؟ بخاطر اینکه کارتون خوابایی رو دیدی که امروز موفقن. میدونی کارتون خواب وقتی سه شنبه غذا از ما میگیرن، دعوت ما رو قبول میکنن بیان سرای امید، تا 2 هفته فکر میکنن جلوی دوربین مخفیان. میگم ما می‌خواست فکر می‌کردیم شما می‌خواید ما رو بعدن کلیه‌های ما رو در بیاریم، مثلا اما چه سوء استفاده‌ای بکنیم. میگم والا خیلی کلیه هم دارید. حالا وقتی میان جلوی در، محسن و آرش ممتاز و بچه‌های سرای امید براشون اسفند دود میکنن، بغلشون میکنن. فکرشو بکن با اون حال، با اون وضعیت، مریض باشی، طرد شده باشی، داغون، بغلشون میکنن، میگن خوش اومدی قربونت برم. رو صندلی میشونن، بشی لیوان چایی میدن با احترام، غذا خوردی قربونت برم، میبرنشون حموم، تمیزشون میکنن و میبرنشون بهشون لباس نو بهشون میدن، میبرنشون تو اتاق فیزیک، میبرنشون جا میندازن. همشون میدونی چی میگن؟ میگن ما برای این موندیم تو طول، برای اینکه دیدیم پتومون گلبافته. فرق بین پتو گلباف با پتو سربازی که توی خیلی از مرکزهای دیگه هست، تفاوت ماسه همیناست. میگه من دیدم پتو گلباف دارم. میاد ببینه یه جایی که رفته اونجا تمیزه، سرویس بهداشتیش تمیزه، با احترام بهش. یه دونه اصلا ما تو مرکز پسرونه داریم، بچه‌های زیر 18 سالن. این مرکز پسرونه‌مون رو نیومدی، دلم میخواد ببرمت. ماشینت هر چی باشه پسر دارم میدم با یه سوزن در ماشینتو باز کنم. اومده بود با وضعیت دستبند پابند آورده بودنش، یه بچه زیر 18 سال آورده بودنش اونجا. مثلا فقط اولین کاری که ما تونستیم بکنیم که اون سربازی بود دستشو باز کن. دید ما یه نفر اومد دیدی یه بچه میخوره زمین. شما اگه بچه جلوت میخوره، بچه خواهرت میخوره زمین، چیکار میکنی؟ قبل از اینکه بچه رو بیای بغل بکنی گوش میکنی، میبینی چی شده، بچه رو بغل میکنی، میگی چی شده، اون نمیگه چی شده، میفهمی خورده زمین، میگی دخ، میبینه یه پناه داره، یه امنیت داره، بچه ساکت میشه. بچه‌ها اولین اتفاقی براشون میفته اونجا، میبینه ما ازش داریم دفاع میکنیم، ما هم تو سرش نزدیم. بعد میگم وایس الان سربازا پلیس رفت تو رو ولت میکنن بریم. میگه واقعا منو ول میکنی؟ میگم آره یه دقیقه وایسا. پلیس میره یه چشمک بهش میزنم، پلیس هم دیگه امروز با ما دارن خوب همکاری میکنن. یه پلیس چشمک میزنم، پلیسه که میره حکم قضایی داره، میگم میای توی یه دونه سیگار با هم بکشیم. میاد تو یه نخ سیگار که روشن میکنیم بهش میدیم، من میدونم نسق مواده. برمیگردیم که مواد هم میدید، میگم مواد نه، ولی چرا نهار داریم، نهار نخوری بریم نهار بخوریم. میره نهار میخوره، بعد فضا رو میبینه، بچه‌ها دارن بازی میکنن خوشحالن. بعد میگم همه همدردای تو بودن ها، همه مثل تو هنو. یه دوش میگیره، میگم یه دونه کتونی هم بهت بدم. مردم خیلی به ما محبت دارن، به ما کفشای خوشگل میدن، لباسای خوب میدن. یه کاپیشون که تنش میکنیم میگه اما من میتونم بمونم اینجا. یا مواد نداریم بهت بدیم ها، نسق بشی. میگم ولی بهت یه قولی بدم، میبرم دکترای خوبی میشناسم، بدون درد پاکشی، اعتماد میکنم. اون کارتون خواب مردم همین اتفاق. بعد 2 هفته میگه مگه میشه شما اینقدر به من احترام بذارید، غذای خوب به ما بدید. این بانک غذایی که ما داریم و بانک غذا از هتل‌ها و رستوران‌ها غذاهای دست نخورده‌شون رو میدن به ما. اون روزی که پای ما وایسادی علی آقا، الان 15 تا از کارتون خوابا 15 تا وانت دارن غذاها رو از عروسی‌ها و هتل‌های تهران جمع میکنن، غذا رو اول میرسونن به مرکزهای خودمون، دوم 30 تا خیریه دیگه از ما غذا میگیرن، باز غذامون اضافه میاد، میبریم کجا؟ میبریم توی خیابونای شهر. هر شب توی 2 سال گذشته یه چیز بهت میگم خیلی به خودت افتخار کن علی، اگه اون روز درد کشیدی بابت یه دونه عکست امروز میزننت، توی 2 سال گذشته 3 میلیون پرس غذا ما جمع کردیم و توی 16 تا شهر همزمان با ما دارن غذا میدن و غذا پخش میکنن. دارم خیلی محکم دارم اعلام میکنم، هر کسی دوست داره، تمام سازمانایی که الان توی ایران هستن توی حوزه کارتون خوابی کار میکنن.
همشون خروجیاشون رو بیارن، منم خروجیامو بیارم. خوبه؟ تو تعداد که بیشتریم که خودت میدونی. من با کیفیت داریم میکنم. بچه من دارن دانشگاه میرن. امروز محمد صابری، محمد کاردی فیلم تهیه کنندش یه دونه فیلم ساخته به اسم آسانسور. الان دیروز محمد صابری به من زنگ زده با این بازیگره چیه من خیلی نقشش هم دوست دارم، جواد عزتی. زنگ زده میگه با جواد عزتی بریم توی یکی از مرکزا، میخوایم بریم یکی از لوکیشن ها اونجا باشه. اون بعد اومده تو همون جایی که خودش زندگی میکرده، دیده اونجا یه خورده یه چیزای خرابه، رفته خودش اونجا، رفته پیش شهردار منطقه گفته اینجا باید ما اینجا رو بکنیم، این کارو کنیم، این کارو کنیم. همه چیش هم من وایسادم. شهردار منطقه زنگ زده آقا ما اینجا رو سریع برای شما درست میکنیم. اون شده واسه من. همه آدما من میگن بابا تعارف نداریم که. وحید یه رو ما یه مرکزی داریم برای زناست، 40 سال بود آسانسورش رو دزدیده بودن، برده بودن موتورش هم. این آسانسور بعد 7 سال از پاکیش اومد گفتم پول ندارم. گفت کی پول میخواد؟ من بدهکارم به تو. کدوم یکی از من میلیاردی از دست مردم پول میگیرم. من ماه بابایی هم که بعد ماه 6 میلیارد پول داشته باشم، این 20 تا مرکز رو بگردونم، 427 تا بچه تو مراکز ما زندگی میکنن، حالا یا کوچیک یا بزرگ یا کارتون خوابا. من باید ماه 6 میلیارد پول داشته باشم. بعد هیچ کدوم بچه من شناسنامه ندارن. یکی مریض میشه، یکی دفترچه بیمه داره، ان تومن ازش میگیرن، از من به علاوه ان تومن میگیرن. تازه باید برم دردم بکشم، تازه التماسم بکنم آقا تو رو خدا اینو حداقل اینو مثلا بپذیریدش تو این بیمارستان. بعد حالا میخوام بگم اینا شدن امروز. لیلا انگیزی میرفت سر، الان که خدا رو شکر توی جای خوب کار میکنه، میرفت هر هفته برای من 50,000 تومان پول میآورد. علی سه شنبه ها که ما آیین مهرورزی داریم، این جریان مال 10 سال پیشه ها، 50,000 تومان میآورد میداد به من. علی یه چیز بهت بگم، بری الان تو اتاق من یه دونه 50,000 تومانی رو قاب کردم زدم بالا سر خودم. آدم خیلی من سوال میکنم میگن این همه پول از کجا میاری؟ هم هوای تهران سرد بود 3 سال قبل، کارتون خوابا واقعا اون سال میمردن. امسال هم سرمای سختی خواهیم داشت. امسال هم که اصلا ول شرایط اصلا دیگه خیلی عجیب غریب. ما 15 تا اتوبوس آوردیم دم هاجری رویگر، گفت اکبر برو جلو من هستم. 15 تا اتوبوس آوردیم، چند دور میدونا گذاشتیم، بچه‌ها رو عدسی و غذا و لباس دادیم، گفتیم پخشید تو شهر 200 نفر کارتون خوابا رو بگید تو این میدون چیز هست، اتوبوس هست. یه کارتون خوابه داشت میرفته بالا، در رو گفتم می‌خوام سهممو بدم. یه 50,000 تومانی داده بودی که بچه‌ها با خنده آورد گفت داشت اکبر این 50,000 تومانی یه کارتون خوابه داشت. ساعت 2 صبح بود. یه عکس گرفتم گفتم این برکت دست، واقعا پول نداشتم. برآوردم این بودش حدود 250 میلیون تا 300 میلیون، این 15 شبی که سرده هزینه‌اش کنیم. اولین 50,000 تومان دستم رسید. عکس گرفتم گذاشتم. یکی از رفیقام از روسیه زنگ زد، یکیشم از یک کشور اروپایی زنگ زد. یکیشون گفت 50,000 تومان رو 10,000 دلار می‌خرم. دلار قشنگ یادمه 51 تومان بود. یکیشون 5,000 دلار خرید. علی به جون خودت قسم تمام پول اتوبوسا اومد. اون پول کامل بود برای درمان بچه‌ای که از اون روزا اومدن. کارتون خواب خودش داره، کارتون خواب داره من چی نشون میده؟ کارتون خواب میگه خدا هست، اکبر نترس، خدا هست. با تو این کارو کردن مگه به ما یادت زنگ زدم بهت گفتم فلان مدیر کل فلان سازمان داره منو اذیت میکنه، تو هم گفتی میشناسمش، یه بار آوردمش تو برنامه دهریم زدی. من یادمه من از پشت تلفن دیدم قیافه تو رو، گفتی اکبر این چی داره میگه موضوع تو امنیتیه، میگه دقیقاً جملهش این بود، خرید فروش مواد مخدر در لوای کودکان، سازمانی که بعد از ما حمایت میکرد. علی اینقدر برای من پرونده درست کرده بودن. آدمای امروز میگن دمش گرم اکبر رجبی 35,000 متر. میخوام یه چیزی بهت بگم، به خدا قسم اینو از سر غرور نمیگم، آدم‌ها امکان داره نه، خدا نگاه میکنه بچه‌ها، همه مردم، همه این کارتون خواب بچه‌های خدا هن. همشون بچه‌های خدا هن. یه نفر تو مثلا بفهمی مثلا تو میدونم بچه نداری، اگه بدونه بچه خواهر تو، بچه داداش تو اومده تو خیابون رد شده، یه نفر اومده دستش گرفته از جلوی یه دونه ماشین جونشو خریده، چیکار میکنی براش؟ تا آخر اون نوکرشو.
خدا داره نوکری منو میکنه. خدا داره. من هیچی نیستم. خودم هم میدونم هیچی نیستم. ولی چه بگم، من هوای بچهای خدا رو داشتم. من خیلی دلم میخواد برم مکه. خیلی دلم میخواد. تا حالا 3 بارم بهم فیش دادن، 3 بارش هم فروختم. مزایدهش گذاشتیم، پول یه عالمه پول مثلا قیمتش انقدر بوده دادیم، اومدیم یه مرکز برای طلوع ساختیم. و یه جایی من میبینم هشتی داره اون شعر باحاله هست، میگه اسمش هم نمیتونی بیاری تو توی برنامه، میگه بعد آهنگر الان باید یه زیر صدای بعد این آهنگر الان باید بذاری، میگه رو به تو سجده میکنم دری به کعبه باز نیست. داریوش. آره من میتونم بیاره. بس که طواف کردمت مرا به حج نیاز نیست. برطرف نظر کنم نماز من نماز نیست. از همه توبه میکنم بلکه تو باورم کنی. سنگ نمیزنی به من که مبتلا ترم کنی. بعد حالا چی بگم، من زنگ زدم به همون مدیر کله بعد از اینکه 2 سال من رفتم دادگاه اومدم. اون دوست داری بگم این داستان چی شد؟ آره. رفتم تا یه جایی که گفتن که تو رو میخوان چیزت کنن، بعد بیای مرکز رو خالی کنی. زدن که تو مرکز، من زنگ زدم به یکی از NGO هایی که تاپ تو ایران، زنگ زدم گفتم دکتر منو کمکم کن. گفت اکبر تو رو به خدا قسم تو مواد تو مرکزت نرفته، زدن مواد مخدر تو مرکزته. گفتم میخوای واسه من، میخوای به من اعتبار بدی، میخوای اعتبارتو خرج کنم، شرافتتو خرج من کن. من بچه‌هام همه عین 15 تا پاکن. سال دقیقاً 96 بود. کجا؟ توی سرای نور. ببین فقط سگ نیاوردن دنبال مواد مخدر بگردن. بچه‌های من اذیت، بچه‌های من ترسیدن. 2 تا بچه‌های من وقتی پلیس رو دیدن فرار کردن. بعد چند روز برگشتن. پلیس می‌دیدن میترسیدن. برداشتن آوردن. ببین نکن، یعنی هر کاری. بعد نکن من به تو زنگ زدم، به رامبد جوان زنگ زدم، به احسان علیخانی زنگ زدم. تمام بچه‌ای که من تو برنامه‌هاشون رفته بودم من بهشون زنگ زدم. گفتم تو رو یه خبرنگاره گفت اکبر من زنگ زدم به همون آقایی که تو زنگ زده بودی، یه چیزایی در رابطه با تو گفت، اکبر ازت خواهش می‌کنم از خودت دفاع کن. و من معتقد به گفتگوام. وایساده بودم، یادم یکی از معاونای سازمان اومد پایین، دید من دارم اشک می‌ریزم، یه سر تکون داد برام. از صبح رفته بودم هی توش کلم گفتم اینجا چادر بزنم، یه شلوغ کنم، تو کلم داشت اینا میمد و گفتم اکبر وایسا خدا هست. 5 بعد از ظهر دیدم محبود اومد و یکی از بچه‌ها اومدن پیش من ناهار نخورده بودم. مهدی عباسی من زنگ زد گفت محمد مهدی همت، مهدی هم بچه شهیده، زنگ زد گفت محمد مهدی همت گفته رئیس سازمان تغییر کرد. دقیقاً چهارشنبه بود، دیما هم بود، هوا سرد بود. گفت رئیس سازمان تغییر کرده، اکبر رفیقمونه، من دوشنبه میبرمت پیشش. من یادمه که ما دوشنبه 8 شب ما رفتیم اونجا. 8 شب رفتیم. ببین منو تو سازمان چیزم میکردن، رو چشم میذاشتن، من از در تو راه نمیدادن اون روزاتو. هیچ که حرف منو باور نمیکرد. و جالبش اینه که من رفتم پیش رئیس سازمان، برگشت من گفتش که گفت از هر کی اومده گفته مراقب این باش. گفت فقط من این کارا رو از کجا یاد گرفتی؟ گفتم من 3 دبستان رفتم توی اون مدرسه شاهد نبود، من 3 دبستان تو مدرسه متقین درس خوندم. من تو مدرسه متقین بچه‌هایی هم که ما مثلا هر کی که پدر نداشت میومد اونجا، ضعیف بود مالیش میومد اونجا، بعد صبحونه بموندن، ولی یه چیزیشون فرق میکرد، خیلی با احترام با ما رفتار میکردن. راننده مینیبوسامون معلمامون بودن، ما رو میبردن مدرسه میرسوندن، میوردن در خونه میرسوندن. یه عده بچه‌ها توی مراکز شبه خانواده امروزی و اونا با از همون مرکزا میمدن. ببین بچه‌ها همه درد کشیدن. مثلا یکی از بچه‌ها بود یادم اسمش محمد بود، فامیلیش اگه اشتباه نکنم نجفی بود، این بغل دست من میشست، مداد اتو تازه اومده بود. ببین نکن مثلا من چرا تیغ تراشو در میبردم میکشیدم رو دستم. ببین این بغل دست من نشسته بودیم پر خشم بود. چرا؟ میگفت من یه روز تو خونه بودم، توی کمد بودم، میگم بابا منو کرد تو کمد، میگم من اومدم بیرون از تو کمد دیدم مامان و بابام چسبیدن به دیوار چیز با گلوله زدم. میگفت صدای گلوله اومد، میگفت من اومدم بیرون مادرم بود و این بغل دست من میشست. بعد
توی چیز هم بود، توی پرورشگاه زندگی میکردن، اسمش هم یادم رفته. بعد اینا 15 تا بودن، خیلی هم هوای هم دیگه رو داشتن. من تیغ تراش در آوردم میکشیدم رو دستم که دستم خوب بدین بفهم. مداد اتو تازه اومده بود. این با مداد اتو دستتو میذاشی میزد رو دستتو با میز یکی میکرد. من تو اون مدرسه درس. ولی چیزی میگم بچه‌ها اون معلم‌ها رو می‌دیدن آروم می‌شدن. اون معلم‌ها پر مهر بودن. حتی الان من دونه دونه معلمامو یادمه. آقای قضایی مدیر این مدرسه بود. آقای حیدری معلمم بود. یا آقای طباطبایی بود. عاشق من بود. من معلمایی که میومدن اونجا بهت گفتن از اون مدرسه یاد گرفتی؟ آره بهش گفتم من از این مدرسه یاد گرفتم. من یه بلدم با این بچه‌ها چجوری رفتار کنم. گفتم فرزند شهیدی؟ گفتم آره. گفتش که گفتم اینجوری مو نگاه نکن. سال 4 رفتم مدرسه شاهد، بغل دستم پسر رئیس بانک مرکزی بود، این طرفم پسر فلان وزیر بود، این طرفم پسر فلان وکیل بود. گفتم اونجا هم درس خوندم. گفت کجا درس خوندی؟ گفتم مدرسه شهیدان شاهد. برگشت گفتش که خر من فلانی هم دیگه، هم کلاسم در اومد. چون شر و شورم بودم دیدم منو شناخت. همون دقیقه گوشی رو برداشت به اون مدیر کله زنگ زد، گفت همه کاراشو خودم میخوام انجام بدم. 2 ماه بعد اینجا نگهدار. اونم خیلی نتونست کاری بکنه ولی برای من وقت خرید. من رفتم پیش قاضی، من پرونده داشتم پیش قاضی برگشت گفت ببین شنیدم که ببین حتی تا این حدم اومده بود برنامه منو تو رو دیده بودن که خیلی اون موقع یادمه گفت میگن این خیلی خوب حرف میزنه فلان این حرفا، گریه منو نمیخواد در بیاری، تو این پروندته. گفتش من داشتم گریه میکردم. یکی بچه‌ها همراهم بود، داشت میگفت فقط اینا تو پرونده زدن اینجا اصلا بچه‌ای وجود نداره. ما فقط می‌خواستیم بعثت دادگاه بعثت تا مرکز ما تو روبرو ورزشگاه شهید مرغوب خان تو منطقه 16 چقدر راهه؟ 5 دقیقه. هیچ وقت یادم نمیره. برگشت گفتش داری اشک تمساح میریزی؟ گفتم اشک تمساح نمیریزم. یه نفر وایساده روبروت برای انسانیت داره گریه میکنه. بعد تو حداقل حاضر مگه نرفتید تحقیق نکردید؟ 5 دقیقه راهه. پاشو بیا. گفت اگه کسی اونجا نباشه اون موقع داری وقتمو میگیری. گفتم پاشو بریم. ساعت چند بود؟ ساعت 10 و نیم بود. حالا بچهای ما کجان؟ بچهای ما رفته بودن مدرسه. قشنگ یادمه علی برگشت من گفت داداش زنگ بزنم بگم بچه‌ها رو هم مدرسه بیارن، این الان بیاد اینجا. گفتم ببین گوشی تو در بیاری این الان یه داستان درست میکنه. گفتم علی اومد بره بیرون زنگ بزنه. گفت بشین اینجا. اومد بشینه فقط کار خدا رو نگاه کن. یه زن و شوهر سر یه کارخونه با طلاق گرفته بودن، سر یه کارخونه پسرم و دخترم بودن، دعوا داشتن، از بیرون با جنگ اومدن تو 45 دقیقه ما اونجا وقت خریدیم. اومدیم سوار اومد تو ماشین ما هم نشست. فقط یادمه ترکم بود اسمش بابک بود. بابک خدا چی بود؟ زنگ زد به رئیس دادگاه این نجفی بود. زنگ زد گفت من فکر کنم پرونده رو من یه اشتباهی کردم. دادگاه بعثت. ساعت سوار ماشین ما شد، وایسا تو ماشین ما، حواسم هم بود که ما یه اس ام اسی هم جایی ندیم. خیلی زرنگ بود. اومدیم در ماشین من گفتم ای خدا. صبحش من با بچه‌ها من زنگ زدم به مادرم گفتم عزیز من دارم میرم دادگاه برام دعا کن. گفت اگه تو حرف نزن. میدونه من یه وقتی عصبانی شم حقمو بخورم من داد و بیداد میکنم. به بچه‌ها گفتم بچه‌ها دعا کنید خدا یکی رو بفرسته بزنه دهنه اینا رو سرویس کنه. با بچه‌ها دعا خوندیم. بچه‌ها هم کامل تو ماجرا بودن حیوانکی‌ها. علی دقیقاً ماشین ما زمانی رسید که ون رسید. جلومون یه تصادف شد. اومدیم از در پارکینگ دادسرا بیایم بیرون. یه وقتم خدا اونجوری بهمون داد. وایساده کورشهر کی نبینتش. کورشهر کی برگرده بگه اکبر رجبی این کارو کرده؟ نه خودش کرده زده به نام ما. علی اومدیم جلو. من هم دیگه اونجا بچه‌ها گفتم این آقای همون آقایی که اومده بزنه اون آقا رو که شما رو اذیت کردن. علی این بچه‌ها ما هم تو دلبرو هم خانواده و اجتماع نخواستدشون. خدا دوستشون داره، عاشقشونه. ببین اومد با بچه‌های ما گیتار زد، با بچه‌ها پینگ پونگ بازی کرد. پاسپورسه قاضی پاشد اومد خودش هم ترک اهل مشتی. اومد بچه‌ها گیتار آوردن، دیدیم خودش حافظ باز کرد شروع کرد خوندن. بچه‌ها شروع کردن گل سنگم خوندن، اینم شروع گل سنگم. دیدم اهل حال مشتی. اومد بگشت اینجوری کرد گفت
تو لهجه ترکی هم داشت. گفت فقط به حسادت کردن، هیچ چیز دیگه نیست. گفت حالا بگردن بربندت رو پیدا کنن. اون 2 ماه وقتی هم که اونجا خرید، این آدمه شد رئیس بهزیستی، کارهای من جفت جور شد. اون قدی که من تو اون شرایط، تو اون درده من تو رو پیدا کردم، من تو اون درده اون قاضیه رو پیدا کردم، من تو اون درده اون کارتون خوابی که به 50,000 تومان بهم داد. گفت اکبر نترسی، تو 250 میلیون میخوای، من برات 500 میلیون میفرستم. تو چی میخوای؟ چی دلت میخواد؟ چه رنگی دلت میخواد؟ تو فقط بگو، تو فقط چک بکش، تو چی کار داری؟ چکاتو خودم. یه چیز بهت بگم، امروز داره بدترین جفا به نظر من داره میشه، خیلی سالها گوش میکنی، الان نمیخوام ایکس و ایگرگو داره به انجیو ها میشه. انجیو ها اگه یه دونه برگه ببخشید پولشویی ازشون داشتید، ببخشید بله همون خب در می آوردید از ما، ندارید، بعد ببخشید ما رو محکوم میکنید. داشتید چی کار میتونستید بکنید؟ یه دقیقه نگرش دار. خب امروز بهت بگم چند وقت قبل، جریان برای 3-4 سال پیش، اون موقع چکا صیادی نبود، میخوام بهت بگم اینجوری هوای ما رو داره. هر کیه گاده، الله نیرو برتره، پسر خاله است، دختر، هر کی اون بالا نشسته دمش کرد. آقا کشکه، خوب کشکی اون بالا نشسته. چکا صیادی نبود، به خاطر اشتباه من یه دونه چک ما 80 میلیون تومانی برگشت میخوره، منم نمیدونستم. یه خانومی هست بخوام بشناسیش، خانم فرمانی، صاحب مدارس بادبادکه، خیلی به من لطف داره. هر وقتم زنگ میزنه ماهی 8 میلیون تومان پول میریخت به حساب طول. این جریان مال سال 1400 اوایل کرونا بود. زنگ زد به من گفتش اواخر میشه، اواخرش بود، یه آدم نمیاد 98 بود داره دیگه. زنگ زد به من قبل میگم چکای صیادی، اینو یادمه 4 سال پیش بود. زنگ زد به من برگشت گفتش که اکبر جان من به جای که 8 تومن بریزم 80 ریختم، این برای 10 ماهم. گفتم خانم فرمانی عشق من اینه که شما هر ماه به من زنگ میزنی، شما وقتی زنگ میزنی به من پیام خدا رو به من میدی، من این 72 تومن میریزم به حسابت. اومدم حسابداریمون، مدیر مالیمون به رفیقی گفتم آقا رفیقی این پولا که اومده، گفت آقا نیست تو این حساب سرای نور بود. گفتم آقا به خود این آدمیه که خیلی حساب کتابش درسته، نگاه کن. آقا این نگاه، اومدیم نگاه کردیم، گفت بی خودت نگاه کن. اومدیم نگاه کردیم دیدم یه 80 تومن اومده تو حساب. همون روزی که ما چک داشتیم اومده، همون روز پاس شده. زنگ زدم گفتم خب فهمیدم، بازم پیام خدا رو دادی، حواسش به چک کشیدنم، ما خیلی بازی هم در بیاریم، حواسش به چکای ما هست دیگه. چند تا مثال میخوای تا صبح 1000 تا بهت بگم. حواسش هست، حواسش به بچه‌هاش هست، حواسش به نوکر بچه‌هاش هست. ما یه مرکز برای زنای کارتون خواب زده بودیم، یادم نمیره، یه حاج حسنی بود دقیقاً خونش روبروی سرای مهر ما بود. اینا رو پرشون کرده بودن اکبر رجبی میخواد زنای چه و چه رو بیاره اینجا. اهالی محل با چوب و چماق ریختن جلوی مرکز. اومد اونجا برگشت، دقیقاً همین یادمه، برگشت گفتش ما شهید دادیم. گفتم حاجی به خدا منم فرزند شهیدم. افراب شناسان اونجا بود، مهدی بود. گفتم ما خودمون یه بنیاد شهیدیم داداش. بعد با ما رفیق شد و یادم این بنده خدا تو کرونا فوت شد. اوایل کرونا بود، کسی جرئت نمی‌کرد. همون زنای چه و چه اومدن زیر تابوت حاج حسن رو گرفتن. حاج حسن حرفش برو بود تو محل، اومد تو حمایت ما. اهالی اون محل میدونی امروز همشون ما رو دوست دارن، برای ما امانه میارن، برای ما عشق میارن. خب تو سالها در فضای کارتون خوابی کار کردی و کار میکنی، کماکان سه‌شنبه ها طلوع برقراره همونجا تو نواب دیگه. امروز دیگه واقعا موضوع کارتون خوابی نیست. آره میخوام پامون داره میکشه. ما 37 نفر از پای اعدام اومدن پایین. علی من یه مادری اومد، خب من برای زندانیا کار کرده بودم، یه مادری اومد دقیقاً سال 1401 گفت 2 ماه دیگه بچه من داره اعدام میشه. به واسطه که رفیقامونم گفته، رفیق ما زنگ زد دکتر عابدینی گفت اکبر این 200 میلیون تومان ما جور کردیم 3 میلیارد میخواد. گفتم نفرست پیش من 3 میلیارد. ببین مادر اومد به من گفتش که من 200 تومان دارم و از تبریز اومدم، به من نشونی تو رو دادن. تو دلم گفتم غلط کردن، نشونه منو دادن. من 3 میلیاردم کجا؟ من 3 میلیارد یه جا ندیدم تو زندگی.
بعد دیگه اومدم گفتم یه کاری بکنم، گفتم الان چیکار کنم؟ گفت رفتیم پای اعدام. 2 میلیارد، اسم پسرش هم بابک بود، من اصلا به مادر بابک تو گوشیم سیوه. گفت من 3 میلیارد چک دادم. بعد اومدم بازی رو به هم بزنم، گفتم آقا 3 میلیارد چک دادی، نمیگه چکات برگشت میخوره. گفت 2 بچه‌م زنده میمونه. خفه شدم. گفتم چیکار کنیم؟ گفتم که بیا یه دونه فیلم ازش بگیریم بذارم تو صفم. فارسی هم بلد نبود، ترکی فارسی بچهای چیزی یاد دادن. یه فیلم گرفتیم، فیلم تو گوشیم بود، هر جا میرفتم به رفیقام نشون میدادم. یادم زلزله خوی بود، من اومدم سوار هواپیما بشم. گفتم اکبر اینا چی کارش میکنی؟ الان بری اونجا هم دیگه چیز نیست. چند روز مونده مثلا اوایل بهمن بود، این دقیقاً چهارشنبه 23 بهمن اعدامش بود. چهارشنبه گفتم اکبر به جهنم، حداقل بگی تو از گردن تو ساقط. یه دونه حتی یه دونه کپشن هم ننوشتم، توی کوچ صفم هستش، نوشتم خدای خودت کمک کن. من رفتم خوی. من یادمه اونجا ما جزو اولین اینجایی بودیم که رسیدیم اونجا. دانشگاه تربیت یه دانشگاهی بودش اونجا گرفتیم. چی؟ پیام نور، دانشگاه پیام نورش رو گرفتیم. ببین یه سالن چند هزار متری خالی، دم این مردم گرم. ببین کامیون بود که برای من بار میومد اونجا. ما هم اینا رو بین مردم توزیع میکردیم. یادمه فیلمایی که از یه دونه زن تبریزی اومد گفتش من دلم میخواد که ما داشت غذا میپختیم برای به اصطلاح زلزله زده ها. اومد گفت من میخوام کوفته تبریزی درست کنم. اومد کوفته تبریزی، میدونی چقدر باید درست کنی؟ گفت درست میکنم. از تبریز 30-40 تا زن تبریزی اومدن، همه کوفته های تبریزی داشتن. من این فیلمشو گرفتم، رادیو معارف قمم تو این اینستاش گذاشت، خانم گوگوش هم گذاشت. 1500 تا اینا کوفته تبریزی درست کردن. تو نمیدونی اینقدر مردم تو چادرها حال میکردن این غذا رو بهشون بده. این خانومه من اونجا پول شروع کرد اومدن تو طلوع. من زنگ زدم میخواستم ببینم که چجوری میتونم چادر بخرم. زنگ زدم به مالیمون، گفتم رفیقی چقدر پول اومده؟ گفت مثلا 1.5 میلیارد اومده. گفتم که ببین من گفت یه دقیقه وایسا، این حساب برای، گفتم نه من حساب چیز زندانیه رو نمیخوام، اون فکر نمی‌کنم چیزی اومده باشه. دیدیم توی این به اندازه پولی که برای خوی اومده بود، دیدم برای این زن هم پول اومده. اونجا اون همه آدم پای خوی کی بود واسه این زن 1.5 میلیارد جور کرد؟ صبح یادمه موهامم شونه نکردم، تو چادر از خواب بلند شدم دیدم این اومده. گفتم حاج خانم اینجا چیکار می‌کنی؟ اومدم تو رو ببینم فلان این حرفا. همون دقیقه دیدم یه کلمه گفت من با 3000 تومان بچه‌مو نجات میدم. همون دقیقه به یک بچه گفتم فیلم بگیر. وایسادیم داریم صبونه می‌خوریم. گفتم این مادر 3000 تومان. ما 30 میلیارد برای چیز پول جمع کردیم، برای خوی پول جمع کردیم، امکانات جمع کردیم. پول این زنه زودتر جمع شد. حالا همین زنه وایساده برای زندانیای تبریز داره براشون بهشون کمک داره میرسونه. اونجا یه چیز به من این زنه یاده، اگه ما بخوایم ایران رو نجات بدیم 3000 تومان کیجی با دست خالی نجاتش میدیم. باورم اون روزی که چند روزیش با هم دیگه گفتگو کردیم سر قضیه آب و آبرسانی توی بلوچستان که دلم میخواد سوالم بپرسم دیگه، اخلاقش که دلم میخواد بذار من حرف بزنم لامد صاحب. یعنی ببین کلا دوربین فقط این نوار نشون میده، یک کلمه حرف نزدم. کات نداری؟ آره محمود میگه میتونستیم تو دفتر بگیریم بفرستیم. آره داشتم توضیح میدادم شما از کارتون خوابی و اینا یه خورب توضیح میدادم، ممکن بعضی از مخاطبین نشناسن اکبر رو که آقا سه‌شنبه‌ها برقراره ولی عبور کردیم. ببین به کلمه عبور نرسیدم. یعنی کلمه خدایش من دیگه حرف نمیزنم بریم. نه بگو. ما کلی حالا فارغ از قصه های کارتون خوابی و اینا کلی تو روزهای مختلف کنار هم بودیم دیگه. تو آقلا با هم بودیم، توی کرمانشاه با هم بودیم، هر جا بوده. حالا من خوی نیومدم. خوی یه چیز بهت بگم عجیب، میخواستم بیام توی چیز بود دیگه، وسط اعتراضات 401 بود دیگه. خوی قشنگ یادمه
تو پیجم اعلام کردم که دارم میام خوی، بعد یکی بهم زنگ زد گفت شما حق نداری بری خوی. اونایی که زنگ میزنن داداش پا میشدی میمدی، گفت به خدا ایران مال ماست، به خدا کی میخوای؟ ببین یه چیزی بگم، ببین اون آدمی هم که وایساده بود به ما انگ خرید، اونم دقیقاً اتفاقا از همینا بود. موضوع امنیتی. داداش امنیتی چیه؟ برو تو دلشون، ایران مال ماست. ببینه کن اونا همون کسایی هن که اتفاقا میخوان، اونا دقیقاً اتفاقا ضد ایرانن، اونا دقیقاً مشکل دارن. اگه وایسیم سکوت کنیم میدونی چه اتفاقی میفته؟ اونا فکر میکنن که ما ترسیدیم، اونا باید بترسن از ما. به والله اونا باید از ما بترسن. یه جمله ای از اکبر هست، محبود توی جمعی بوده، این رفیقان برام تعریف کردن، همه آدمای مختلف صحبت میکردن، اکبر هم یه جمله گفته که ما این کارهایی که داریم میکنیم برای 200 سال آینده ایرانه. بعد یکی گفته به چه دردی میخوره؟ گفته من میتونم این 200 سال بکنم 190 سال پاش وای میستم، من میتونم این 200 سال بکنم 150 سال پاش وای میستم. به درد این میخوره که زودتر آبادی رو ببینیم، حال خوب رو ببینیم. ما آبادان ایران رو آره ببینیم. من مطمئنم حال خوب مردم میبینیم. آره مردمی که آزادانه از مسجد بیان بیرون، آدمایی که آزادانه کنسرت برن، حال کنن و بیان به همدیگه احترام بذارن، نقطه طلاقشون احترام باشه، عزت همدیگه رو داشته باشن، اینقدر همدیگه رو بد نگاه نکنن، اینقدر به همدیگه انگ نزنن. اون روزو میبینیم، حتما هم میبینیم، هم کیفشو میکنیم، هم معاشرت میکنیم، هم با آدم هایی که ممکنه اصلا هیچ جایی نزدیک هم نباشیم. نگه زیاد حرف میزنی ها. خب ولی تو رو قرآن یه دونه رو داشته باشید بگم، هرچی شادی تو ایران بره بالا استراب میاد پایین. و شما فکر اینو بکن 10% ما میتونیم شادی تو ایران اضافه کنیم، 10% چی میاد پایین؟ مصرف. 10% یعنی ما یه دونه پول برای آموزش پرورش کنار گذاشتیم. بچه توی بلوچستان این نمیشه که بهانش بشه شناسنامه نداره مدرسه نره. بچه نه تو تهران خودمون. در مورد بلوچستان گفتی یه خوره بگو، دیدم ویدیو رفته بودی بلوچستان، شرایط اونجا چجوریه؟ خیلی دلم میخواد اینو بگم. آدمایی که آره بدید خیلی خوب میشه. بدات. یه گفتی زیاد حرف بزنی خجالت کشیدم. نه بابا شوخی کردم. میذارم این پشت. من عادت دارم دیگه، مراسمای طلوع منو دعوت میکنه اکبر، میگم به نام خدا، اکبر میکروفونو میگیره، میگم خب من چرا اومدم، چرا رفتم، بذار من یه خوش آمدگویی بکنم، تمام عشق من عادت دارم. باش ناراحت نشو. دیدی دارم چی فکر میکنم؟ دارم تصویر تا ایرانی منم یه ایجونه دارم. دو رو سمت چیزا پرومروسا چی؟ ساعته؟ آره ولی با مزه است، رنگش خوشگله، خوشم میاد. مردم لطف کردن. خب تا الان 88783 تا کیف و لوازم تحریر تا الان دادن به ما و ما بین نیازمندا، بین خیریه توزیع کردیم و تمامی کیف‌ها رو هم بچهای کارتون خواب دوختن. اینو بگم با افتخار. یه تعداد از این کیف‌ها رو ما برداشتیم بردیم بلوچستان. اونجا من یه دوستی دارم به اسم رضا که حتما می‌بینیش. این بچه وایساده 8 سال از این پسر 30 ساله است، وایساده تو بلوچستان و داره آبرسانی میکنه. عشقش آبرسانیه. تا الان یه تنه 104 تا روستا رو آبرسانی کرده. باهاش رفتیم گفتیم ما رو ببری یه جایی که دیگه، گفت یه جایی میبرمتون که فقط 1 ساعت باید با ماشین خاکی بریم، جاده نشوسته، جاده خاکی باید بریم. گفتیم ببر ما رو. برد دقیقاً مرز 5 کیلومتری مرز پاکستان، یه منطقه‌ای به اسم، کلمه رو نگاه کن، اسم روستاش هست روحگام. مسجد تو اندونزی به اسم روحگام هست، کلیسا هست، جاهای مقدس دنیا اسمش روحگامه. هر جای جنوب شرقیش رو تمیز کنی از اونجا برکت و ثروت و نور میاد. کجاست؟ دقیقاً جنوب شرقی ترین نقطه ایران. ما کیف برده بودیم، کفش برده بودیم، خداییش کفشای خوبی بردیم. اینجا سامان هست شاهده، کلی عکس و فیلم داریم. بردیم اونجا، این بچه‌ها اومدن دم ماشینای ما، 3 تا ماشین
توییتا بودیم، پوش پر از کیف و لوازم تحریر بود. کفشا رو می‌خواستیم خودمون، دلمون می‌خواست زانو بزنیم جلوی پاهاشون، کفشاشون رو پاشون کنیم، اما آب خواستن. داداش اون روز سالا دارم آب میخورم حالم بده. اون روز یه فیلم گرفتم برای تو فرستادم، برای احسانم فرستادم، من فقط اشک چشم میرفت. آقا اینا آب میخواد، حقشه. آب میخواد. شوق و ذوق اون مداد رنگی‌ها هم داشتن ها. آب میخواست. آقا آب میخواد. ما چقدر روزه برای آب خوندیم، گریه کردیم. آقا آب میخواد. آب. ذهنم درگیر اون قضیه شد. عجیب غریب. یه جایی هم دیدم یه هوتکی بود، هوتک جایی که آب توش جمع میشه، توی سیل آب جمع میشه، از اونجا اینا ارتزاق میکنن، اونجا آب آشامیدنشون اونجا فرمیدن. بعد دیدم اونجا گاوه، شتره، بوزه میرن اونجا آب میخوره. دیدم این بچه‌ها، دخترای زیبای بلوچی با این لباسای قشنگشون میمدن این آبو آروم آروم از رو آب خدا شاهد بو میداد. بعد اینا وایستادن برای چی؟ برای سرزمینمون، برای ایران وایستادن. اونجا دارن زندگی میکنن، اونجا درخت دارن، پدر مادرشون اونجا به دنیا اومده، میخواد اون سرزمین رو نگه داره، دوستش داره. بعد این آدم ها آب نداشته باشن. بعد از 40 کیلومترشون لوله سرباز به چابهار رد شده که ما 6 سال پیش شروع کردیم اونجا آب رسانی کردن، از همون لوله ما آب گرفتیم. آب داره. 40 کیلومتر فقط حفاری میخواد. بمیرم نباشم که اگه نتونم به آدما بگم این 40 کیلومتر رو لوله نکشیم. و به خدا میشه. اون روزی که اصلا دلیل گفتگوم اون روز باید زنگ زدم و ازت کمک خواستم و دلم میخواد که با هم دیگه بریم بلوچستان. تو همیشه برکت بودی برای من علی. من میدونم دلم میخواد اصلا بری اونجا قلبتو جا میذاری. مردم بگن آخه ما رفتیم یه جا دیدیم یه سفره انداختن جلو، به خدا شاه نمیندازن، ما رو نهار نگه داشتن اونجا، دستم تو سفره نمیرفت. گفتم خدای خودت کمک کن. گفتم آقا ما این اولین روستا رو برمی‌داریم، اونا آب میخوان، تمومه. فقط باید یکی باشه به مردم بگه اینا آب میخوان. آقا آب میخوان. تا یه چی بگم ها، انقدر پرته 200 میلیارد تومان یه دونه کارشناس اومده اونجا چیز کرده، اصلا صرف اقتصادی نداره برای هیچ پیمانکاری بیاد اونجا رو برداره. ولی اگه یه پیمانکار فقط یه دونه بیل مکانیکی به من بده، من با مردم این قضیه رو جمعش میکنم. قول بهت میدم. جمعش میکنه. درستش کنم، تأسیس کنم، جمعش میکنه. یه دونه بیل مکانیکی 10 ماه یه نفر به هم بده. زنجیری هم باشه حتما. چون منطقهش خیلی جمعش میکنیم. ولی خدا شاهده میاد. آره چونته خیلی میاد. آره خب خودش جمع میکنه. روزی سر سفره خودش میرفسته. حکایت اون کارتون خوابی که یه روز خیلی خستم بود، اومدم بهش غذا بدم. خستم بود، ما خیلی همش برام خیلی روحگامه راستی آب جان. اسم این 7 روستا روحگامه. حال نداشتم از ماشین پیاده شم، به کارتون خوابه گفتم، گفت دید تا اونجا نمیخوام بیام. گفت خودش میرفسته. گفتم با نوشابه، اون روز نوشابه هم داشتیم. گفت با نوشابه. یه درویشی بود، یه اهل حالی بود، خودش میرفسته، خوبم میفرسته. آره. فقط منای ما باید وسط برداشته شه. منای ما برداشته که من کردم، تو کلمه هم گفتم من جمعش میکنم، من غلط کردم، حرفمو بس میگیرم، خودش جمعش میکنه، مردم جمعش میکنه. فقط ما فقط یه واسطه ایم، فقط بیایم به مردم بگیم اونجا آب میخوان. همین تموم. اسمش روحگامه. روحگام. 7 روستا که آب میخوان. و الان میدونی غیر از بیل مکانیکی چی میخواد، چقدر پول اینا؟ همه برآورداشو کامل بهت میدم. نقشه هواییشو، نقشه چجوری لوله کشی باید بشه، کیا اونجا بهمون کمک میکنن، میان اهالی اونجا میان کمکمون میکنن. اون رضا که ازت صحبت کردم کل کار فنیشو انجام میده، تمام کارای اداریشو اینا رو همه رو خیالت راحت. اونجا بچه‌ها هستن،
با افتخار با جون و دل انجام میدن. افتخار برای ماست. بریم بریم. روستا رو بسازیم، بریم. آب برسونیم بریم بهشون. آب برسونیم. ساختن که کار خودشه. یا علی مدد. یا علی. پس ما روستای روکگام که 7 روستاست رو میخوایم آب رسانی کنیم. بسم الله. تمام. دیگه با کار ما واسطید. با کار ایران. جنوب شرقی ایرانه، اما اونجا ثروت و عشق و رفاه میاد. اونجا باید آبدار شه. مردم همینجوری الان دارن اونجا منتظرن که ما یه کاری کنیم. مردم دارن بی‌تابانه دارن میگن آقا میخواید چیکار بکنید. الان تمام اون تو این مدت تو این 2-3 هفته منتظر بودم این نقشه‌هاش آماده بشه. پلن کامل آماده است. توی 7 فاز ان شاءالله کارو انجام میدیم. 7 روستا. 7 روستاست ولی تو 7 فاز باید انجام بدیم. چون باید یه مخزن هم باید براش میگه پلن آماده است و اینا، یعنی الان میدونی که چی میخوای غیر از بیل مکانیک. غیر از بیل مکانیکی دقیقاً برآوردمون 32 میلیارد و 500 میلیون تومان پوله. 32 میلیارد و 500 میلیون که 7 روستامون آبدار بشه. یه عدد بگو به مردم بگیم با همون عدد بهمون کمک کنن. یه عددی بذاریم. 40 کیلومتر باید حفاری کنیم. 40,000 تومان خوبه؟ آره. 40,000 تومان. آره 40,000 تومان 40,000 تومان. میگم 40,000 تومان. ما 6 ماه فقط باید حفاری کنیم. اولین روستا رو اگه شروع بکنیم، همین الان شروع کنیم، میتونیم یه ماه دیگه با هم بریم بلوچستان اولین روستا رو ببینیم. بچه‌ها دارن آب بازی میکنن، آبو میبینن، آب تو لوله میبینن. چقدر قشنگه. پس 40,000 تومان 40,000 تومان به ما کمک کنم. ما 32 میلیارد و 500 پول میخوایم. تو هر شرایطی همون تک 40,000 تومان برکته. تو هر شرایطی واقعا کنارمون وایسیم. واسه آبرسانی 8 سال قبل دیدم، 6 سال قبل دیدم مردم از اونجا، ما اونجا که آبرسانی با ریمدان بود، ریمدان نصرت و ریمدان دلمراد، روستایی که دفعه قبل آبرسانی کردیم، مردم از کانادا $5 برای ما پول جمع کردن فرستادن. یه رضانامی توی کانادا، یه رضانامی تو ریمدان دلمراد، قلبا رو به هم دیگه وصل کردن. دمشون گرم. تصویر اون آببازی بچه‌ها چقدر قشنگه. چه تصویری می‌خوایم به مردم نشون بدیم. یه توضیح بدم که آب شرب آب خوردن ندارن، یعنی همین آبی که الان سر این میز هست اونجا وجود نداره. دیشب به رضا گفتم میخوام بیام برنامه تو، گفتم دلت میخواد چی بگی؟ یه دقیقه گوشه منو میدی؟ یه دقیقه گوشه منو بده. رضا یه چیزی فرستاد الان برام معنا پیدا کرد. حتی وایساشو وقت نکردم گوشم. گفتم دلت میخواد از مردم بلوچستان چی بگی؟ یه دقیقه بذار صدای رضا رو بذارم. یه چیزی بگم. من میدونستم تو دعوتمو قبول میکنی و میای بلوچستان. برام یه دونه فیلم فرستاده این رضا. الان چیز نداریم روی ایرپلنه چیز نمیکنه؟ نه هیچ مشکل نداره. من میکروفونمو باز کردم که تو صدای رضا رو بشنوی. رضا به مردم اونجا گفته اینا میان برای ما آب میارن. خب صدای رضا نباشه اصلا حال نمیده. آره. ما الان چیزی طبق آمار رسمی، یعنی آخرین آمار رسمی، چیزی که دولت میگه ما 1060 روستای بیاب داریم. آخرین آمار رسمی که مدیر عامل دافای سیستان و بلوچستان میگه. خب غیر رسمیه که خیلی بیشتره. تو اینجا منطقه دشوری خب مردم آب داشتن، طبق مدلشون از همین هوتگ و اینا استفاده میکنن و خب هوتگ همیشه آب داشت. دلیل اینی که الان خوش شده اینه که دولت پاشد این سدها رو درست کرده بالای دست. یعنی وقتی مثلا سوالم پرسیدن اینا بگو که آقا دلیلش این بوده، به خاطر سدسازی های غیر اصولی، غیر حرفه‌ای و با عدم مدیریت بهینه و درست. مردم الان برای تامین آبشون خاصتا هفت روستایی که ما داریم کار میکنیم از هوتگ استفاده میکنن. هوتگ محل جمع آوری آبهای سطحیه. خب طبیعتا وقتی که بارون نیاد این هوتگ‌ها همشون خالیه و مردم راه دیگه ندارن به جز که آب خریداری کنن. خریداریش هم با تانکر سقایی خریداری میکنن و هر تانکری 5 میلیون تا 10 میلیون تا مثلا یه جایی مثل روحگاه فقیر محمد تا 12 میلیون بالا میاد. خب این تانکر هم باز تازه آب شور میاره تحویل مردم میده. یعنی ببین الان مردم اینجایی که ما میخوایم کار کنیم هیچ راهی برای تامین آب شربش نداره بجز اینی که ما بخوایم اینا رو آب رسانی کنیم.
آبرسانی که ما انجام میدیم از طریق خطوط انتقاله که از زیر مجموعه همون سدهایی که دولت زده لوله کشی کار میکنیم، حفاری کار میکنیم، عملیات خاکی و لودر و بولدوزر و اینا میان کار میکنن، کوهبری انجام میدیم و لوله ها رو میخوابونیم تو زمین و جوش و اتصال کار مهندسی و آب رو پایدار و الالعبد میاریم و تحویل هر خانواده میدیم که مشکل آبشون رو ریشه‌ای حل کنیم. دلیل اینی که روحگاما تا الان بی آب بوده، خب ما همین گروه خودمون همونجور که در جریان 106 تا روستا رو توی منطقه آبرسانی کردیم جنوب استان، ولی خب وسع هیچ خیری نرسیده که تا الان بخواد این حجم از کار رو انجام بده. یعنی مثلا شما میخواید تو برنامه اعلام کنی و این کار همه مردم ایران باید بیان پای کار، این کار من یه نفر کار فلان شرکت یا فلان شخص اینا نیست، همه باید بیان پای کار. حالا دلیل اینه که دولت کارش انجام نداده. خب برای دولت توی اولویت نبودن، برای دولت سخته، برای دولت به اصطلاح خودشون صرف اقتصادی نداره، چون اساسا هیچ پیمانکاری نمیاد بره اون منطقه کار اون روستا رو انجام بده، به خاطر دورافتادگی که دارن، به خاطر صعب العبوری، به خاطر کوههایی که هست، به خاطر اینکه مرزه و خب پیمانکار ممکنه احساس خطر از لحاظ امنیتی نکنه، کسی کار اون انجام نمیده و خب هزینه خیلی زیاد. ببین فکر کنم خدمت شما عرض کردم که یه شرکتی اومد، الان اینو بین خودمون میگم، اینا که گفتم که بیشتر کسایی که شاید برنامه ما رو ببینن نسل زدیا باشن. گفتم چی بگیم نسل زد بیاد پای کار، بیاد جمعش میکنه. گفت دانلی نشست نسل جدید فکر کنه نیم ساعت آب خونش قطع باشه، از باشگاه اومده میخواد دوش بگیره آب نیست. این باز تازه یه جا آب برای خوردن میخواد. من دیشب پول قهوه‌های یه روزشون رو بهمون بده. 40,000 تومان. حالا 40 کیلومتر رو میخوایم کوه رو ببریم، حفاری کنیم. و یه بگم 6 ماه دیگه اولین روستا رو که یه ماه دیگه میریم جشنشو میگیریم. حالا فکر کن تو اون جشنه تو رفتی بالا میخوای به مردم اعلام کنی من میکروفون ازت میگیرم. اونجا میکروفون میخوای بگیری. دستت در نکن. آقا به نظر من کار انجام شده. همه بیانا. همه. من یه عالمه دوستایی دارم که مثل خودت هنرمند، حتی اندازه تو که دیگه همه رو صدا میکنیم. همه بیان پای کار. اسم اون مادر زندانیه گفت من 3,000 تومان بچه‌مو نجات میدم. 40,000 تومان روحگاما بهش آب میرسیم. 40,000 تومان. مرسی. رویاش هم قشنگه، برسیم چی میشه؟ میرسیم. دمت گرم. دمت گرم. هیچ سوال دیگه نمیپرسم. چون من هیچ سوال دیگه نمیپرسم هدیه‌مو لااقل بدم دیگه. یه جون دلم. این یه سری مکمله که برای اکثر جاهات خوبه. اگر که اوکی بودی حتی میتونیم برای مردم اونجا هم ببریم چون ویتامینه دیگه. هیچ مرد 70 کیلویی تو 75 کیلویی اونجا نمیتونی پیدا کنی. هیچ مرد 70 قرآن مجید اینا دارم قرآن رو قسم میخورم، هیچ مرد 75 کیلویی نمیتونی اونجا پیدا کنی. روزی که برای فیلم فرستادن داشتم گریه میکردم آب خواستن. الان آب میبینم گریه هم میگیره. خدا گریه هم میگیره. من که فکر میکنم این 7 که شده اون 1060 روستا رو هم آب میرسونه. یه گر راهزن تو باشی 100 کار روان دوان. آره. گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارم. آره. کار خودش درست میکنه. اصلا کار خوبه که خودش درست کنه. آره. بقیهش که کار نیست. آره. خداحافظی دوباره. عشق. اکبر دمت گرم. دم شما گرم. خب
ما این برنامه رو الان که داریم پخش میکنیم، یعنی الان داریم که ضبط میکنیم، حسین تویی ازدواج کرده. اولا که حسین جان خیلی مبارکت باشه. تو برنامه ما راجع به لاو لایفش صحبت کرده، اگه دوست داشتین بریم ببینیم. پگاه سوالا رو بخون. پگاه با احترام به فاطمه بخون چون فاطمه میکشت. برنامه حسین اورا کی پخش میشه؟ آها، برنامه حسین اورا رو یه بار ضبط کردیم، باحال نشد، صداها و اینا درست نبود چون حسین الیه، نتونستیم اون کیفیتی که دلمون میخواد رو انجام بدیم. توی میدونید ما تقریبا خارجی شده اوایل نوامبر. نه ما الی پاریزان ضبط میکنیم و اینا، چون تا نوامبر حسین نمیتونه بگیره. درست گفتم؟ نوامبر یا نوامبره؟ من درست گفتم. خب چوسی. با آوردن بعضی از مهمونا معروفشون میکنید و به نظرم خیلی لیاقت دیده شدن اینجوری رو نداره. نظرشون چی باید بگم؟ مثلا شما چی جواب میدین؟ راجب آقای برهانی خیلی این کامنته بود که آوردینشون و معروف شدن. آقای برهانی معروف شدن؟ گفتم دیده شدن با برنامه بازی. واقعا آدمایی که مثل آقای برهانی میتونن تغییر کنن، رشد کنن و به رشد جامعه کمک کنن باید دیده بشن. آقای برهانی آدم ارزشمندی هن. فارغ از این که من نگاهم با ایشون یکی باشد یا نباشد، ولی ایشون تمام تلاشهاش ثمر داده. به قول خودش میگه امروز میتونین کف خیابون ببینین. زندان رفته. آدمی که خودش مقید به حجابه اما معتقده که این رفتار و این اتفاقهایی که در جامعه ما میفته قانونی و درست نیست. خب ارزشمنده دیگه. این معروفا که حرفشون میزنن به راحتی. آره بابا. بیمدیم. آره دیگه. بعضی ویدیوهاتون کاور و تیترش چرا عوض شد؟ چون دوست داشتیم. نه میگه باید توضیح بدی. کامنت زیاد گرفتیم سر اینا که خیلی حواسشون بود. مرسی ازتون که اینقدر حواستون هست. خب داشتم برنامه هاتون رو بدون سانسور ببینم، بدون کاتش و با قیمت بالا خریدارم. بدون سانسور که آخه ما یه برنامه‌مون 1 ساعت پخش میشه ولی مثلا 3 ساعت ضبطش طول میکشه. خیلی اختلاط میکنیم تو برنامه، ولی اونا اصلا تو آف رکورده، یعنی رکورد میشه ها، ولی بهتره که اصلا هیچکی نبینتش. فوش میدیم اینا زیاد چیز دیدنی ها اونا. آقا هر کی زیاد خرید من میدم، توونش هم میکشم برای آبرسانی سیستان بلوچستان. پیشنهاد قیمت بزنید. آقا با تبلیغاتتون سرمون درد گرفت، یکم رعایت کن. تبلیغات داریم ماگه؟ آها دست ما نیست تبلیغات، دست یوتیوب ما. تبلیغات نداریم مثلا. علی زیا چرا راجع به نخبه‌هایی که از کشور بیرون روندن حرف نمیزنید؟ برنامه ما رو میبینین؟ آره دانشمند جوان این سرزمین که دچار آسیب شده بود و رفته. وای اون چه برنامه یاره. برنامه‌تون عالیه ولی ممنون میشم اگه بحثی داغه بیشتر ادامه دار باشه و نرید سوال بعدی. بحث داغه بریم سوال نری باشش. دیگه تموم شد؟ نه یکی دیگه مونده. بگو. علی زیا با این برنامه‌ها حواسمون از اتفاقات سیاسی کشور پرت نمیشه. آقا همه حواستون به اتفاقات سیاسی کشور باشه. تمام تمرکزتون رو بذاریم. ما داریم طبق روال خودمون برنامه‌مون رو پخش میکنیم و طبق برنامه‌ریزی که داریم. مثلا این هفته گفتن 80,000 آمر معروف میان. ما برنامه آقای برهانی رو پخش کردیم که بگیم مثلا این مقوله یا ارشاد قانونی است یا غیر قانونی است. دلیلش به جهت اتفاقا دغدغه‌مندی نسبت به اتفاقات سیاسی جامعه بوده، برای اینکه بدونیم چی کار داریم میکنیم تو جامعه و تلاش کنیم. قربونتونم میرم. خداحافظی کنم. حسین تویی رو گفتم تو برنامه ببینین، برنامهش باحال شده، چون الان هم ازدواج کرده خیلی بهش تبریک میگیم. اگه غیر حسین تویی هم خواستین برنامه ببینین، آقای غنی نژاد رو بهتون پیشنهاد میکنم که ببینین، با مزه است. در مورد امیدوارم سریع مسعود صادقلو هم یکی رو بگیره که ما از
شر اون خانم سامایی که هم پیجش هم فیکه خلاص شیم. 23 میلیون فالوور داره، 1000 نفر ویدیو ریلزشون میبینن. ما خریم؟